سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. بفرمایید بیننده محترم، لطف کنید صدای گیرنده‌تون رو کم کنید، صداتون داره پخش میشه. وصال حق، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، شب و روز شما هم بخیر. بفرمایید. امیدوارم در پناه حق باشید. سلامت باشید. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید که از کجا تماس میگیرید. سید احمد هستم از هرات افغانستان مزاحمتون شدم. خواهش میکنم بفرمایید آقای محترم بیننده گرامی. واقعا جای تشکر داره از شما و همه عزیزانی که زحمت کشیدن به خاطر ندای توحیدی، بالاخص برادر عبدالله خدا حفظش. واقعا تاثیرات این شبکتون خیلی مفیده. خودم شخصا در ایران زندگی میکردم، واقعا از عقایدشون تحت تاثیر قرار گرفته بودم. عقاید خرافاتی تو ذهنم زیاد شده بود. ولی خدا رو شکر موقعی که با شبکتون آشنا شدم، نه تنها شبکه شما بلکه شبکه‌های توحیدی دیگه، خدا رو شکر اون عقیده خرافاتی رو همه کنار گذاشتم. حالا واقعا میدونم حقیقت چیه. واقعا هر کسی از ما یا غیر ما که در ایران زندگی میکنه این عقیده خرافاتی رو تاثیر زیادی داره. واقعا خدا حفظتون کنه. خیلی زحمت میکشید. واقعا چی بگم دیگه، زبان نمیگنجه که ازتون تشکر بکنم. خیلی واقعا تاثیرات خوبی داره این شبکاتون. سلامت باشید. من شما و همه اون عزیزانی که زحمت میکشید به خاطر رسوندن توحید به همه انسانیت تشکر میکنم. خدا حفظتون کنه. ممنون ازتون. سلامت باشید. منم تشکر میکنم از شما برادر عزیز سید احمد از هرات که در واقع خودتون فرمود به این قضیه اشاره کردید که با توجه به اینکه در ایران زندگی می‌کردید تحت تاثیر بسیاری از خرافات قرار گرفتید، اما اخیراً با مشاهده شبکه‌های توحیدی از این حقیقت رو در واقع درک کردید و از این و فهمیدید و از این خرافات دست کشیدید. توصیه شما به دیگر عزیزانی که متاسفانه تحت تاثیر خرافات، حالا چه اونها شیعه باشن در اسم شیعه یا در اسم سنی، تحت تاثیر خرافات و شرکیات و بدعت ها قرار میگیرن چیست؟ دیگه برادر عزیز عبدالله همه چیز خلاصه کردن. منم واقعا توصیه میکنم که برادران عزیزی که صحبت رو گوش میکنن، برادر عبدالله همه چیز خلاصه کردن. یک بار از روی واقعیت و بدون تعصب به قرآن عظیم الشأن توجه بکنن و قرآن عظیم الشأن رو با معنی و با تفکر بخونن. انشالله راه درست رو پیدا میکنن. وقتی راه درست رو پیدا کردن دیگه انشالله رسیم به چیز خاصی نیست. انشالله. من سپاسگزارم از شما برادر عزیز. الله شما رو ثابت قدم قرار بده در این راهی که انتخاب. سلامت باشید. شما رو همینطور خدا حفظتون کنه. سلامت باشید. خدا حافظ شما. شب شما هم بخیر. سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، شب و روز شما بخیر. سلامت باشید، بفرمایید. از کجا تماس میگیرید بیننده عزیز؟ از هرات افغانستان زنگ میزنم خدمت شما. ماشاءالله، درود بر شما. تلفن سلامت باشید. زنده باشید. خواهش میکنم، بفرمایید. تشکر خیلی زیاد از شما و از آقای انصاری داشته باشم. سلامت باشید. آقای عبدالله عزیز. سلامت باشید. سپاسگزارم. واقعا حرفای علمی و حرفای منطقی میزنن. به یک چیز خدمت شما عرض کنم آقای عباسی. بله بفرمایید. اگه شما از یک دروغگویان شفان دروغگو حساب هر چیز صحبت فرض کنید اینا از روی نمیدن. بله. به خاطر اینکه وقت مقلدین این را به نهاد رجوع میکنن، اینا به یک کلمه تمام میگن ما تغییر کردیم تمام. بله. ولی ما اهل سنت رو گزیده نمیتونن، چون ما میدونیم که دروغگو دشمن خداست. انسان در هیچ وجه نباید دروغ بگوید. از شما تشکر میکنم. خداوند شما رو برای ما و برای تمام مسلمانان توحیدی دنیا زنده داشته باشه. سلامت انشالله. سلامت باشید. سپاسگزارم. و یک بکای توحیدی بخود شبکه وصال حق واقعا نور خانه و هر روز و هر شب
بیننده های شما زیاد شده میروند و تبلیغات خیلی زیاده نسبت به شبکه‌های شما، بخصوص برنامه زنده شما. تشکر. التماس دعا از شما از بینندگان برای خدا. سپاسگزار از شما. ما هم تشکر. سلامت باشید. ما هم تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. و